یکی از معروف‌ترین گایزرهای آیسلنده که یکی از بزرگترینش هم هست. خیلی از جاهای مختلف دنیا میان که فقط این گایزر رو ببینن. ما الان اینجا دوربین به دست منتظریم که این بزنه بالا. من انقدر ترسیدم اصلا نتونستم دکمه رکورد رو بزنم. حالا وایستیم یه بار دیگه این آبفشانی کنم. این آب 80 تا 100 درجه هم هست. آره بعد ترسناک که یهو با یه صدایی میپره. وای چقدر این بلند بود. چون پرفشار نیست نمیتونه خیلی بالا بزنه. اینجا هم قشنگ داره جوش میخوره.